دامولازیان در کجاست؟ دامولازیان نیست دیگر. چل نبوده است. بابای چی شد؟ مگر جنگ کردند؟ کجا رفتین؟ تورت رو کردن رفتیم. فروخ تو هیچ چیز رو نمیدونی. ازدواج اینها ساخته است آخه. یا خدا توبه، یا خدا توبه. من حالا به خواهرش چی میگویم؟ الو زورا جان السلام. من از دامولازیا رو پرسیدنیم. او با تو است؟ باید به مغازه می آمد اما نه آمد. تلفنشم خاموش است. نمیدونید که او در کجا است؟ بیتا جان زیا بیرون از شهر است. یک کارش برآمد. مفتیات او رو به کار فرستاد. یا خدایا توبه. با من این رو نگفت. مایلش تشکر زیاد. رحمت. حقا چرا تلفنت خاموش است؟ به کسی هیچ چیز گفتن نمیتوانم. با فریاد داد زدن میخواهم. غمم رو حتی معلوم کردن نمیتوانم. کلتکیل است. التجا میکنم هر چیز زودتر برگرد. به تو بودن طاقت کردن نمیتوانم. در خانه، در حجره، حتی به یک دقیقه ایستادن طاقت کردن نمیتوانم. برگرد. التماس. عجب با دستگیر شدن آتش رو میدوند. اگر داند بسیار غمگین شده است. بیت المال تو رو غمگین نمیکنم، وعده میدهم. چی گفت است؟ چی گفت است؟ ایسته چیکار میکنید؟ سردی سرعت رو شما چیکار میکنید؟ شما چیکار میکنید سردی؟ لبای فکر کردی که مرده ها گپ زده نمیتوانند کلتکیل است؟
تو؟ چرا با جنازه هم نامدی کالتا کلاس؟ آماده؟ حداقل نماز جنازه هم رو میخوندی. تو مردی. حریف پست مردی. حیات پر از معجزه است کالتا کلاس. همه ما را مرده بدانند و اما حجت‌های در کاری رو تیار میکنی. نباشد مرده حقیقی تو میشوی. فهمیدی؟ حالا خرسند هستی کالتا کلاس. در محبس پوسیده میروی. برای چی؟ برای اونالی که تو رو به محبس کشید. ارزنده بود. برای اونال کشتنی من ارزنده بود. میدونم کالتا کلاس، برای اونال نه. مرا برای دوست داشته‌ات و خواهرت کشتن خواستی. اما با بسیار دلشکستگی دچار شدی. به مردن جیانم اژدر سبب شدی. بعداً مرا کشتنی شدی. همه این جوابگری دارد. از روی عدالت تو هم باید جزا گیری. مرا با اونال دستگیر کننده با محبس کشیدی. با چی میخواهی سقراط؟ در زندان بودن به عذابی من برابر شده نمیتواند. بله، من تو را به زندان فرستادم. خواطر نشو. کالتا کلاس اونال را برای یزنه دوست داشتهش بودن نجات دهد. پس برای دوست داشته هایش چی کارهایی که نمی کند؟ شخصانی دوست داشتهت یعنی زن و خواهرت اگر در خطر باشند چی کار میکنی؟ خواهرت و زهرا در دستم است کالتا کلاس. اگر به طور موی اونها دست رسانی تو را میکشم سقراط. قسم میخورم رحم نکرده تو را با دستان خودم میکشم. گوش کن، و تو یک فرصت میدیم. خواطر نشو. برای نجات دادن خواهر و دوست داشته‌ات 24 ساعت وقت میدیم. در دوام 24 ساعت از محبس میگریزی. آنها را یافته نجات میدی. میدونم کارت بسیار مشکل است و تو باز یک امکانیت دیگر میدیم. بیا خودت رو نشان میده کالتا کلاس. سقراط، سقراط. مسئله مهم است. باید کمیسر رونال رو بینم. او رو دعوت کنید به اینجا بیاید. مسئله حیاتی است. بس است. هر وقتی خواسته به هر کس با خوردن نمیتوانی. گفتم در رو باز کن که به حجره خلوب میپردازد. به مسئله حیاتی است میگویم. خواهر و زنم را بردن. با کمیسر رونال باید بخورم. او رو به اینجا دعوت کنید. التجا میکنم. با سردار محبس گپ بزنم. اگر راضی شود به پلیس خبر میدیم. حالا رفته دمگیر. اگر دیر کنیم هر درشون رو میکشند. التماس کمیسر رونال رو به اینجا دعوت کنید. التماس میکنم. صدقات شما. چرا اینقدر میخواهی که کمیسر رونال رو ببینی؟ اگر اینقدر تعجیلی باشد گپ زن وزیر عدلیه رو دعوت کنم. ما رو مسخره میکنی ها؟ حیات خواهر و همسرم در خطر است میگویم. اگر با آنها یگان چیز روحیت باز تکلیف میکنی ها؟ این صدقه خودی شوی تو شما دوازی گپ زدن چایت هستی. در رکشا میگویم نشرا در رکشا.
در رو کشوه این در رو کشوه خدایم با من کمک بکن. بیتول تو رو نجات میدیم خواطر مباش. این ماشینی سبیلی کجا شد؟ آنا اونجاست. شما کیسته؟ از من چی میخواهید؟ التجا میکنم مرا سردید. التماس سردید. خواهرش در دستمون است. حاضر گرفتیم. چه؟ خواهرش؟ با کم یگان حادثه رخ داد. مرا به کجا برده ایستاده اید؟ التماس بفهمانید لطفاً. دمت را گیر. خاموش شو. شما کی هستید؟ از من چی میخواید؟ کنی ماشین رو من کنید؟ به دختر آرام است. پس ساته بگویید شما از من چی میخواید؟ ما از تو هیچ چیز نمیخوایم. سقراط با تو کار دارد. سقراط گفتی؟ بله تو مگر او رو میشناسی؟ اما سقراط وفات کرد. وفات نکرد. فرقشوه نابدار چی داد بزنید دمت رو گیر؟ نابدار گوش کنید. خواهر زن کمیسر اونال رو دزدیدند. چی رو دزدیدند؟ میرا تنها با اونال میگویم. دعوت کنید بیاید. مسئله حیاتی است. نباشد هر دویشون رو بکشند. کمتر بیشتر یک کس بود. حالا دو کس شد. خواهرم رو هم دزدیدند مگر نمیفهمید. گوش کن اگر دروغ باشه مرا فریب کرده باشی خدا زند حسابش را برای میپرسد. روزگی خدا کمک بکن. اونال رو با اینجا دعوت کنید. صدقه شما شد. مایلش من یکون کار میکنم. خلم به سردار میگویم. مایلش یک بار بیرون برایم هوای تازه نزدید است. برابر دفشت تیز کن شد. یک لحظه با فکرم اون آدم رو میکشه. کوشو این کار رو نکن. خواهر زنم رو سقراط با کجا برد؟ گپ زن. درباره چی گپ میزنی؟ نمیدونم. گپ زن نباشد میکشمد. احمق گپ زن. به من تنها گفتن که تلفن رو با تو دیم. کی گفت که میده؟ کی گفت؟ نور احمق گپ زن. کی گفت که میده؟ زاغ گفتن یک آدم. زاغش کی؟ شخصی که تلفن رو روان کرد. زهرا و خواهرم رو سقراط با کجا برد؟ گپ زن احمق. نمیدونم. چی گپ است در اینجا؟ در درون جنگ دارم. باید دیوانه ما رو از درون بیرون کرده در رو محکم کرد. در رو کشوی در کار شما چی کنید؟ یک طرف ایسته. وقتی در تو سلسله ندارم من رو فهمیده یا غم میزنه یا در اینجا میکشم. سقراط خواهر زنم رو با کجا برد؟ سقراط رو نمیشناسم. از حجرم یک آدم اومده تلفن رو داد. زاد سلام میگیرم. بعداً برای تلفن رو با تو دادن و من پول دیگر هیچ چیز رو میکشم تو رو. بگو خواهرم رو با کجا برد احمق. خواهرم رو با کجا برد؟ گپ زن. میکشم گپ زن. گپ زن گفتم. بیاید ما را. سردارم آخر شما کلتکیلس رو دستگیر کردید که با خدا که نومتانه با آبی تیلا نوشتن در کار. در اصل او را کشته نبودن اما نشد. سردارم از برای خدا این خیل گپ نزنه لطفاً. خدا نشون ندهد سردارم. نام شما را در دیوار بخارا با حرفای زرین باید نوشتن در کار. تو چی میگویی لبید؟ چی میگویی؟ یکیونالی با فکرم ما رو بنفخه میفرستن. ما از این کار خفا نیستیم. پول من از زیاد بدهند میریم تماشا. با تماشای درواز. چه خیل درواز؟ چه خیل نفخه پسر؟ سردارم آخر خسته شدیم. کمتر استراحت کنیم آخر. لبای کمیسر کارتکلس شما رو فوراً دیدن میخواد. کارتکلس؟ بله او میگوید که جان خواهر زنتون زهرا در خطر است. زهرا؟ چی خیر خطر؟ نمیدونم کمیسر. تنها با شما گفتن میخواد. مالش میویه لبند در حال به محبس رفتن در کار.
سردارم ما رو صدقه سیرگاهشون نفقه کند. بله دروغ. خیلی دیگر چیکار میکنیم؟ پاچامونو در آبی گرم بگیریم و میشینیم. غم نخور، من به تو رخصتی میدهم. سردارم با من 10 سال شد که رخصتی نمیدین. بیا بهتره در این باره گپ نزنیم. بابای ندارم، بلازنم تو ندارم. این بیشرف باز از خفای کدام کار است؟ مرا چرا دیدن میخواهد؟ سردارم اینو اون رو یک طرف گذارد و در اصل من یک چیزی رو نفهمیدم. خانم زورا این کلتکلت رو از کجا میشناسد؟ این اشم راست است. از کجا میشناسد بیشرف؟ دروغ میگوید. برای مرا هم به اینجا آوردن دروغ گفته است. سردار خوش آمده. خوش باشه. خوبه سازی. السلام علیکم. خوبی سازی؟ من لبن یوردم چه خوش برود. جناب اونال اشکالی که در تلفن خبر دادن محکوم کلتکل است با شما و خوردن میخواد. بی ترتیبی کرده و اینم کاری کرده ایستاده. و باز میگوید که حیات کیم کدوم زهره در خطر است. خاطر نشوی سردار، من بیاناتی او را میکنم. یک دقیقه جنابی بودین. این را عجب در کدام وقت روز میگوید؟ ببینید در اینجا وقت بسیار مهم است. چه خیلی وقت دمت رو گیر. سردارم اجازه دید من به داخل درم پرس من کنم. از او چنان سوالو میپرسم که نقشه‌های در سر بوده رو با یکدیگرش آمیخته میکنم. لبت رفته با موشچین رفتم سردار نرویم. روزی یک تاش بزنه بعد نگه سردارش زد. اون نمیش ما. خدایا التجا میکنم و به طول یگان چیز نشود. با که اونال زن میزنم. اکه اونال نام وای چهارچشمه چی بود خدایا؟ چی بوده؟ لوینت بود. لوینت رقمش رو ندارم آخیر. رقم های لوینت رو سلین. بله سلین. خدای من سلین با کی گپ بزنی تو گپ زن. بلازنت پیشت رو نگاه نمیکنی ها؟ چی سیگنال میدی؟ بلازنت تو را. چی میخوایی؟ باز چی دادایی؟ نه خواهرم و زهره رو دزدیدند. وقتی زیاد نداریم حیات هر دویشون در خطر است. زهره؟ کدام زهره؟ کدام زهره میشه خواهری زند. زهره رو از کجا میشناسی؟ میشناسم آخیر. این رو گذار حالا گوش کن. به تو میگم که حیات هر دویشون در خطر است. اونها رو سقراط دزدید. سقراط؟ تو مگر دیوانه شدی؟ سقراط مرد. انا این را بهانه کرده و از اینجا خلاص شدن میخواهی اما حیلت نمیگذره. گوش کن نه سقراط نمرده است. به تو میگم با سقراط با تلفن گپ زدم. چی خیلی نمرد؟ ممکن در خوابت گپ زده ای. چی حیله داری تو نه در داخل یک از به من تلفن داد. با سقراط گپ زدم. مگر تو این را نمیفهمی؟ ابله باید باور میکردم بوده است. به دروغ‌های ابله به من کردن باور کنم دعا کن که تو را نکشتم اما از اینجا جسد تو میبراید. اما نه التجا میکنم به من باور کن. حیات زهره و خواهرم در خطر است. سقراط نمرد بوده است. احمق بیفهم. اونال ایست. اونال مرا گوش کن. اونال با کی اینقدر تو گپ میزنی؟ سیلین بردار تلفنت رو بردار خواهش میکنم. لابد سمی جان. سیلین جان با من رقمی لوینت لازم است. رقمی لوینت رو چیکار میکنی؟ بیتول رو دوزیدن. رقمی لوینت رو بیده. چی؟ بیتول رو دوزیدن؟ سیلین از برای خدا بسیار سوال نپرس. التماس با من رقمی لوینت رو روان کن. مایلش میگویم بینویس. 93
سل جانی جانونه شیشتای تای دلانه سل جانی منه سل. تو چی کار میکنی ها؟ سقراط نمرده است، زهرا را دزدیدن میگوید. او در محبس دیوانه شده است. سردارم از راستی میگوید که سقراط نمرده است. مگر دیوانه ای؟ آدم مرده مگر زنده است؟ سردارم شما به خانم زهرا یک بار دیگر زنگ زنید که کلتکلس ما را خواطر کرده است. یعنی در خطر بودن حیات خواهرش رو میگن. آخه چرا درباره خواهرش دروغ گوید؟ سردارم آخر وای خواهرش مقصد ست نگو، چون فهمید که از محبس نمیبرد عقلش رو گم کرد. نه این کلتکلس ما را بسیار خواطر کرد. کلتکلس ما را بسیار خواطر کرد سردارم. کلتکلس ما را. تو مگر دیوانه ای چی شد؟ سردارم کلتکلس و اژدر بس نبود که باز این مسئله برآمد. این حالت شما را بسیار خواطر کرده سردارم. ای خاموش شو. انا بینید باز با خانم زهرا زنگ میزنه. چرا که چون که کلتکلس شما رو خواطر برای به اون بی‌شرف باور کردنم نه. یعنی آخر زهرا با کلتکلس چی علاقه داشته میتواند؟ یک دقیقه الله بای الو لوند من سمیر کدام سمیر؟ یه روشن‌تر گپ زن. سمیر خوالینگی وای خیشی اما که اکرم هفته گذشته صحبت کرده بودیم کو شناختم سمیر. چی گپ تنجای؟ بیتول رو دوزیدن. التماس باید با اکرم گپ زنم. حالا اونها رو پای برده ایستادم. خانم بیتول رو دوزیدن؟ در کجا؟ کی؟ کدام بیتول است؟ وای بیتول دکتر رو نمیشناسی مگر؟ خواهر کلتکلس خانم بیتول رو دوزیدن. سردارم خواهر کلتکلس خانم بیتول رو دوزیدن. تو چی میگویی؟ خواهرم و زهرا رو دزدیدن. وقت زیاد نداریم، حیات هر دوشان در خطر است. تلفن رو به من ده. سردارم با شما گپ زدن میخواد جناب سمی. گپ زنید. سمی گپ‌های درست است؟ بله اکیونا. بیتول رو دزدیدن. کی گفت باوری داری؟ بله اکا در پیش چشمم دوزیدن. از قفای اون آدمو رفته ایستادم. نیم ساعت شد پای میبرم. حالا در کجایی؟ در راه کلونی از مرکز گذرانده رفته ایستادم. حالا به نقبی نزد راه مرکزی در آمدم. الو اکیونا. الو ای بلا سنده. آن بی‌شرف راست میگوید. آنها رو دزدیدن. سردارم نباشد خانم زهرا را هم. این چی گپ است؟ زهرا از خانه بسا خرسندانه برآمد. با داملازیا مناسبتشان عین حال بسیار خوب است. انشاءالله این مناسبتشان هیچ به آخر نرسد. انشاءالله. تو هیچ خواطر نشو. مناسبت آنها هیچ به آخر نمیرسد. جین گیلم. مادر لطفاً. با تو چی شد؟ آخر ازدواج آنها ساخته است. ساخته. مگر مناسبتشان چنین دوام میکنه؟ تو هیچ بس نکردی. دیوانه اینقدر ساخته پخته میگویی. شوکت لبای اولیا حضرت داملازیا در کجاست؟ در خوراک نصف روزی هم نبود؟ اولیا حضرت داملازیا یک چند وقت در اینجا نمی شود. چرا؟ یعنی چقدر وقت نمی شود؟ در روز دوام میکنه. کار تو چی میلیس؟ کار تو چی؟ دردش رو تو میکشی و تو چی میشود؟ کار تو چیز گفتو اما من بر قصد زن کل اکه فروخ میگویم. دامولا مدتی دراز در بین ما نمی شود. شوکت لبای اولیا حضرت این چی معنا دارد مدتی دراز در بین ما نمی شود؟ یعنی یک مدتی دراز داملازیا در بین ما نمی شود اولیا حضرت. من هم همین را پرسیده ایستادم. مدتی دراز در بین ما نمی شود چی معنا دارد؟ ها مشکلی همین است. مشکلی همین است. مدتی دراز نمی شود مشکلی است نه؟ در بین ما نمی شود چی معنا دارد؟ یعنی مدتی دراز این همه دراز در بین ما نمی شود. مدتی دراز شما هم دراز میگوید نفهمیدید چقدر یعنی چقدر دراز کنید بگویید. اتو زنوتا بگی اولیا حضرت مدتی دراز گفتن مرا شما نفهمیده. من این مستفید رو فهمونده نتوانستم. کنی شما فهمونید این رو؟ من فهمونم. به دادرم از طرف مفتیات یک وظیفه مهم دادن. انا میخیر اینا نمیخیر. یک مدت دراز در بینمون نمی شود. مفتیات وظیفه دارش کرد. پس چرا به ما خبر ندادن؟ چی بود اکرم جان؟ ای بسیار مخفی بود. بله بسیار مخفی بود. وظیفه مخفی؟ بله وظیفه مخفی. دعوت کنی رفت. آفریقا رفت. آفریقا؟ برای دعوت رفت؟ بله آقای اکرم با آفریقا رفت. در آنجا همه لج میگردن. اوجا گفت که باید شما لج نگردین و که خنکتون میزنه با او بالا در اسلام باید تنه لج نگردی. این میوره فهموندنی رفت و باز در پیش خود مقصد گذاشت که تمام آفریقا را مسلمان نکنم با وطن یعنی برنمیگردن. لباسپوشی و دین و آیین رو با آنها تعلیم میدهد. بله اسلام رو پهن کردنی است. بخشش لبای جناب اکرم با من زهرا در کار بود.
تلفنش خاموش است نیفتم. عجب در خونه است. زهرا به کار رفت. اونال چی شد؟ چرا میپرسی؟ هیچ، برای یک رفیق معماری خانه در کار بود، برای همین زنگ زدم. خب میلش برای کار. زهرا هم در خانه نیست. سردارم من بسلین زنگ زنم از او خانم زورو رو میپرسم. الو عشقم. عشقم؟ خانم زورو در برات است. سردارم با او درباره یک چیز گپ زدنی بود. چی؟ با کار نامده؟ تمام. سردارم بعد به او زنگ میزند. میلش جانم میپرسم تو را. خیر سردارم خانم زورو با کار نرفته است، اما پنیک نمیکن، شاید با کشونه حسن رفته باشد. زن است آخی. سفسطه نگو بفهم. بهتلو رو که دیدی اگر سکرات زنده میبود از اون شوبه میکرده. سردارم عجبا کلت کلت راست میگوید. تو چی بگوی لیبینته؟ عجبا در حقیقت سقراط نمرده است میگوید. پسرم گور کردنشو هر دو بکنه. دیدی داشته باشد نماز جنازه کلت کلت هم خونده شده بود. تابوتش رو من برداشته بودم. لیبین سرم رو گرنگ نکن. تو بس همین زنگ زن، در کجا بدونشو فهم، گروه ها رو روان کن. باز با زورا زنگ زن. من باشم یکین به شرف رو بینم با او گپ زدم. تمام صداش من پی کارتون شوید. پوری بازی داره. بس گوشونه. شما چیکار میکنید؟ پوری نمیبینی شخمت بازی داره؟ خوب و مگر این خیلی شخمت بازی میکنن؟ سقش خواهش کجایم؟ برادر گم شم خودمون میداریم قدمش کجا میرون. شاه مات خلاص سره من از برای این ابله شخمت رو باختم. گم شم از اینجا. پدر داره می؟ من دامولا هستم. دامولای مسجد اشتباه کردم من رو به اینجا آوردن. همه خیر. با فکرم تو پاپ هستی. پاپ؟ استغفرالله من پاپ نیستم. من دامولای مسجد هستم. من نباید در اینجا باشم. من باید در مسجد باشم. میدونی من خودم رو پاپ گفتم من رو قبیده به اینجا آوردن. من رو فهمیدی که لقندو؟ فهمیدم البته فهمیدم برادر. نقش مرده رو بازی کنم میارم. همه خیر. کنی مور من بینا. اینقدر خوش رو حکاک مردی. خدا جانت گیرد. از راستی مرده؟ تو دامولا هستی؟ بله دامولا هستم. دامولا در مسجد امام هستم. اگر دامولا هستی بیا جنازه این ابله رو در اینجا بخوان. استغفرالله یا توبه. این خود دیوانن هوشیارن یا توبه. استغفرالله توبه ای همشهری خیز وای رفت وای گریخت. وای گریخت. درباره دزدیده شدن اونها هرچی میدونی بفرما.
با من سکرات زنگ زد 24 ساعت وقت داد، از اون 4 ساعتش گذشته دیگه وقتی زیاد نداره، هم زهرا و هم خواهرم رو میکشه. گوش کن، سقراط مرد میگویم به تو، مرد. گور کردنش رو با چشمان خودم دیدم. من هم با تلفن گپ زدم میگویم چرا باور نمیکنی؟ فرض کردیم که نمرده باشد، چرا خواهر تو رو دزدید؟ برای از من قصد گرفتن. بیامان، شما مگر شریک نیسته؟ گوش کن، در حیاتت یک بار هم باشد مرا گوش کن. سقراط از من کشتن تو رو خواسته بود، مرده تو رو نادیده و من باور نمیکرد. از همین سبب تو رو بیهوش کرده، به جنگل برده. مقصدم او رو در اینجا فریب کرده کشتنم بود، اما نشد. آخر زد و خورد رخ داد و گریختن مجبور شدم پلیس اومد. فکر کردم که سقراط مرده است، اما نمرده بود است. آخر یعنی تو با سقراط همراه نیستی؟ تو مگر فکر کردی که من به این دروغ باور میکنم؟ گوش کن، سقراط زو گفتن یک آدم دارد، آدمی که در محبس به من تلفن داد او یافته است. چخیلی که فهمیدی زهرا رو یافته، سقراط رو یافتن در کار است. وقتی از دست دادن ندارم، حیات زهرا و خواهرم در خطر است. نمیفهمی مگر؟ تو با زهرا چی علاقه داری؟ زاغی سیاه بودنی مرا میدانی؟ خیر، چی شده است؟ علاقه زهرا و زاغی سیاه را نمیدانی؟ چی؟ چی خیلی خیلی؟ تو چی ها میگویی؟ چی ها میگویی؟ این ماشین در کجا باشد؟ این ماشین کجا گم شده؟ لعنتی ها، گریختنتون رو فکر کردید. انیت بیتول رو در اینجا نگاه می‌دارند. اینها چرا بیتول رو دزدیدند؟ از روی کلتکیلاس دیگر از کجا میشد؟ دامولوزیا و بیتول یگون چیز شود تو رو میکشم. بیشرف، تو با نقاب زاغ سیاه با زهرا عشق بازی کردنت رو میگویی یعنی ها؟ تو چی خیلی آدم هستی ها؟ تو چی خیلی بیشرف هستی ها؟ تا تگی گلویم در اومدی. از همین سبب تو رو دستگیر کردن نتوانستم. از همین سبب تو رو دستگیر کردن نتوانستم. نه، حالا اینها به یک طرف بذار، برای اینها وقت نداریم. از اینجا برآمدنم در کار. زهرا و خواهرم را تنها من خلاص کردم میتوانم. تو را باید از اینجا برارم ها؟ من شخصی که تو را از اینجا میبرارم نابود نیست. مجبور هستی. مجبورم ها؟ اگر حیات یک کس در خطر باشد او را پلیس نجات میدهد، یعنی من. تو کیستی؟ گوش کن، درد سقراط با من است. اگر تو برای نجات آنها بروی چشمانش رو ناپوشیده هر درشان رو میکشد. او دیوانه تیار است، نمیفهمی. اون نال التجا میکنم مرا از اینجا برار که زهرا و خواهرم رو نجات دهم. به آنها من هجم. بس کنیم، بس کن. اجازت بده از اینجا برایم. بعد از اون آمده به سرم پروی ندارم، اما خواهش میکنم التجا میکنم اون نال مرا از اینجا برار. بیشرف، چی خیلی نجات میدی؟ چی خیلی که طفلم رو نجات بده همین خیلی نجات میدی؟ با فقط کردن طفلی تو من علاقه ندارم. سقراط به جانی و قصد کرد، این رو میدونی. تو کردی. اگر تو نمیبودی، تو کلتکیلاس نمیبودی، آن سقراط بیشرف هم نمیشد. و نه، باور بکن من بسیار غمگینم. غمگین بده است، همش از روی توست. سقراط از روی تو شده زهرا و خواهرت را دزدید. یگانه مسئول اینها تو هستی. اما نترس، پلیس مانند تو پس نیست. بیتول خواهر توست گفته او را در حالت مشکلی نمیگذار، نجاتش بده. تو حالا در اینجا نشسته استراحت کن.
نه جان از اینجا یک جای میبرم. تو از اینجا برآمده نمیتوانی. از اینجا میبرایم. باید برایم. پیش درو. درو شو. نه جان گفتم. Darukşo. Şo. این رو با حجرا پرتوید. احتیاط کنید نگریزن. اونا لینچ خیل شد. خطای من بود. اینقدر سوس گذاشتن لازم نیست. پروا نکن. پگاه او رو با یک محبس امنیتش بلند درجه انتقال میدیم. از آنجا گریختنش امکان ناپذیر است. مگر این خانه از قفا در داشته باشد عجبا؟ از در قفایش به درون خانه درآیم چی؟ سمی از در قفا در آمده چی کار میکنی؟ در برای چیزی نداره. شاید به تو بسیار ترسیده ایستاده است. یا خدایا. کنی بینیم؟ الو لبای. ها لوینت. چرا بسمی؟ ما هم شما رو کفته ایستادیم. شما در کجایی؟ در اینجا موج گم می شود. حاضر بیتون رو به یک خانه آوردن. در داخل جنگل هستم. جناب سبی ما رو گوش کنید. ما از تلفن شما مکانتون رو مایه کرده ایستادیم. شما در آنجا خودتون رو نشان نداده پای بودن گیرید. با احتیاط باشید. هرگز یگان نوبکاری نکنید. تشکر زیاد اما لطفا زودتر بیایید چون که به داخل به یگان کس در آمده نمیتوانم. میترسم که به بیتون یگان ضرری نرسد. جناب سمی از شما یک چیز رو بپرسم. خانم زورو رو هم دزدیدن؟ زهرا؟ جناب اسلامی مگر خبر ندارید؟ یک دروغو گفت که زورو رو هم دزدیدن. بابا زهرا رو هم دزدیدن خبر ندارم. بله در اون طرفا دیار نیست؟ نه ندیدم. من از قفای بیتول تا اینجا آمدم. زهرا رو صبح ندیدم. میلش شما خاطر نباشید. با کمتر پس به نزد شما میآیم. شما با احتیاط باشید. خودتون رو نشان ندید. میلش من انتظار. چی شده است؟ علاقه زهرا و زاغ سیاه را نمیدونی؟ چی؟ شما خوب هستید؟ دیگون چیز نشد؟ یزنه ما خوب هستیم. زاغ سیاه در داخل است. لطفا او را نجادید. زاغ سیاه؟ بله زاغ سیاه آمده جان همه ما را نجات داد. تو اقلا رفته جان همون زاغ سیاه را نجات دادی؟ زهرا میدانستی میدانستی زاغ سیاه بودنی کلتکیل از رو میدانستی. بیشرف تو به داخل آیلم در آمدی. حیات زهرا رو هم سوزاندی بیشرف. سردارم لوین یکون خبر هست؟ هست خبر بسیار داریم. از تلفن جناب سمی جایش رو یافتیم. خانم بیتون رو به یک جنگل بردن. او در آنجا با احتیاط ما رو انتظار است. خوبش زودتر بریم. سوار شو لوین. حالا برای گربه ایستادی برادر؟ دیوانه تو مرا پچک کرده میگذاری و برای گربه میستی. عقداریان گوش شاید میشنوم. یا توبه کردم خدایا. این رو ببینه دیوانه. خدا جانت گیرد. حجتی رانندگی را خریده است. تو همین خلاف. بیا میرویم. پگاه به دیگر جا میبرم تو را. کمتر دم گیر.
شما در قفا بدگی ها اطراف خانه را احاطه کنید. فهمیدید؟ خاموش باشید. میلش آرامانه. روید زود روید. اطاعت سردارم. کامران قربان شما خانه را از طرف چپ احاطه کنید. زود باشید. زود. سردارم من چیکار کنم؟ لبن تو سمیر رو یاب. میلش از این شخصانی که بیتون رو دزدیدن در کجا بودن زهرا رو فهمیده میتوان. میلش سردارم خودت رو احتیاط کنید. خب من رفتم. میلش تو هم. چی؟ کالتا کلاس؟ بلا زند! این آدم چی خیلی از محبت میگریزد؟ ای داملازیا این جمعه خانه و خود بخانه یتیم ماندم. من چی بکنم؟ های مرا گوش کنید. امشب داملازیا را از محبس میدوزدیم. تیاریتان را بینید. مایلش اکا چی از محبس میدوزدیمش؟ بله. اکا تقلت رو خونده یا؟ چه گفتی؟ با فکرم شما گناهی سیاسی رو بسیار تماشا میکنید. این کار آسانه است ها؟ چه سیاست ها؟ ما در اینجا درباره انسانگری گپ میزنیم و تو باشی سیاست میگویی؟ اکا صدقه تو شام در اینجا بودن من خطا است. سوال ما رو میبیند کنم من تلخ کفم. باز از محبس آدم میگویی؟ اینجا مادر گیر. همه را به نیستی نبر. اگر در کار شود تو را آنجا گذاشته دامالا رو میبراری. اکا خواهش میکنم مرا نگذارید در آنجا و نه شرف رو گذارید. سالی گذاشته منو گذاشته بودید که آخیر ما این خیلی نکنید اکا جان. اکا راستی گپ نمیگ بسایب است. او را گذاریم بهتر است. راست میگویم اکا. السلام علیکم. السلام علیکم. این دامالا از کجا برآمد؟ باز این دیوانه اومد. با فکرم نماز میخونه. از پشت این دیوانه نماز خونده میشود؟ دامالا زیا رو بینم از اون میپرسم گفتم اما در هیچ کجا نیست. کار دارد کمتر پس شما در کجا بودن دامالا زیا رو میدونید آقای کنان؟ میدانم گفتم که کار دارد. کسی پرسد به نزدیکی میآید بگو. محترم جماعت شما رو دیده راستی خیلی خرسند شدم. میدانم که مرا انتظارید. مرحمت به مسجد درآیید. جماعتی عزیز مرحمت کردم به مسجد درآیید. من یک طهارت کرده می آیم. کدام به عقل این نان را با زمین پرداخته است؟ آقای کنان من کالتا کلاس. داملازیا بخشش زیاد که به زیارتتان آمده نتوانستیم. لیکن امشب شما رو میگریزانیم. در کار نیست. من خودم به همین هم گریختم. چی؟ گریختید؟ داملا آخر این خیل نمیشود. نمیگذارید که ما هم با خودمون یک مقدار ثواب به دست آوریم. هیچ گپ نه. یگان وقت دیگر. داملا شما در کجاه؟ ای وای هم دیوانه هم محبوس علاوه بر این از محبس گریخته است. آقای کنان وقت زیاد ندارم. زال گفتن یک آدم و دستان را یافتن میتوانی؟ میابیم داملا. مشکلی نیست. چه شد؟ یگان مشکلی هست؟ سقراط ابله نمرده است. زهرا و خواهران رو دزدیده است. برای آنها را یافتنم 17 ساعت دارم. وای فرزندی بیشرف. داملا شما خواطر نشوید. مشکلی نمیشود. من آن زاغ لعنتی رو میابم. با داملا زیا گپ میزنید. یک چیز رو پرسیدنم لازم بسیار مهم است. علی استاد؟ هجری؟ استاد هجری این خیل نکن. استاد سوال کوتاه است. با خدا که کوتاه است. گوش کن هجری حالا هیچ وقتم نیست. استاد میپرسم. هجری پسرم نپرس. استاد از دو انسانی که بسیار دوستشان میداریم اگر فرصت یکیش رو نجات دادن رو داشته باشیم کدامش رو باید نجات دهیم؟ چی گفتی؟ این خیلی سوال است. مگر خوب دیدی؟ بله استاد این شب خوب دیدم. ای تلفن را ده. داملا مرا ببخشید. ناگهان یکی پریشان شدم. این احمق تلفن رو از دستم گرفت. خوابش رو فهمانده ایستاده است. آقای کنان یک لحظه تلفن رو با هجری دهید. این احمق خوابش رو نگذارد. ایستید آقای کنان یک لحظه تلفن رو با هجری دهید. گیر گپ زن. استادم است؟ استاد؟ هجری در خواب چی رو دیدی فهمان؟ استاد پدر و مادرم در لب جر میافتیدند. فقط به یک جایش دستم میرسید. از یکدیگر در مسافه دور بودند استاد. اگر به سوی پدرم دوام مادرم به سوی مادرم دوام پدرم میافتید. چیکار کردنم را ندانستم استاد. خیر تو چیکار کردی؟ استاد با همان ترس بیدار شدم. پدر و مادرت سلامتند؟ سلامتند استاد. در قشلاقم. با آنها از نام من بسیار سلام بگو. در حق من دعای بسیار کنن. میلش گپ نیست استاد. در حال میرسونم. در حال زنگ میزنم به شما دعای بسیار میکنن. خیر نباشد استاد سوالی که پرسیدم در این حالت چیکار کردنم لازم میآید؟ خدا هیچ کس رو با دوستانش امتحان نکند. این بسیار حسیات بد است. می نویسم استاد. خدا هیچ کس را با دوست داشته هایش امتحان نکند. سلامت باشید استاد. استاد یک سوال دیگر دارم.
از پس یک کسی دیوانه نماز خوندن درست است یا نه؟ هجری در یک روز یک سوال بس است، این رو بعد میپرسیم. مایلش استاد مایلش، خدا از شما راضی باشد. وقتی شما رو بسیار نگیرم، سلامت باشید برای کار. ای جماعت مرا گوش کنید. آن داملای دیوانه هست کو زندانی شده است، با وجود آن از محبس گریخته است. او را باور نکنید. وی داملای ساخته است، ساخته. با او باور نکنید. ای مرا دیوانه نکن، این را خاموش کنید. بله یا بیسکو را گرفته برای ای مرا صدیحت، مرا به کجا میبرید؟ ای صبر کنید. هم دیوانه است هم دروغگو بفهم. مرا صدیحت مرا صدیحت به کجا مرا میبرید؟ بگویم به شما صدیحت مرا آخر. لوین در داخلان و بیتول ضرر رسوندنشان ممکن. آخر جناب اسلامی کمتر آرام شوید. اینقدر خودتون رو پراشان خاطر نکنید. همه کار وقتی خود رو دارن. ما اطراف خانه رو احاطه کردیم. حالا کمتر پس به داخل در آمده خانم بیتول رو میگیریم. مرا لوین میگم. من هم با شما میآیم. هیچ کس نگفته است. این کاری پروفسیونال ها. با جان خود جبر نکن، کمتر آرامی رو رویا که تمام. سمی تو باوری داری که بیتول رو به اینجا آوردند؟ اگه باوری دارم. من چند ساعت شد که اینها رو پیگیری دارم. اینها رو در درآمد جنگل گم کردم، اما کمتر پیش آدم به ماشین سوار شده رفت. حالا بیتول با دو آدم در داخل است. چی ایستادیم؟ بیا به داخل درویم. رفتیم سردار. عصب لبه برونه به خوبی تسلیم شوید. حرکت ناجا نکنید. گیر در پشانی کنید. داخل رو بینید. زود باشه. در درون هیچ کس نیست کمیسارا. خیلی نیست. خوش رو نگاه کردن؟ بله. سردارم خودو برم. زود رفته بین. کلی بگو بیتول رو به کجا بردیم؟ خانی گفزن. تمام سمی آرام. سردارم یه دروغ راست میگفتن. در اینجا هیچ کس نیست. خیلی هیچ کس نیست. بیتول زهرا را به کجا برده ده؟ من از کجا میدونم؟ سخرا در کجاست؟ سخرا در کجاست؟ ای بچه سخرا در کجاست؟ اینها را گرفته بره تا گم زدنشان اینها را خوبه. یکان چی گفتن به من زنگ زنید روید. اکا من اونها را دیدم، دروغ میگویند. یک جای به درون در آمدم. سمی تو را فریب دادن، فریب کردن. چی خیل بیتول را به دیگر ماشین سوار کردن. تو باشی اینها را بیده تا اینجا پیگیری کرده. حریفان احمق. وای این رو بینه. اما کنال من چی کردم میدونید؟ هنگامی با ماشین گذاشتن آنها را خمی ماشین آنها رو صورت گرفتم. انا بینید افت و نمودشون هست. چی میگویی؟ کنی بینید اکا بینید. آفرین پندت زن. لوین این رو گرفته با تمام گروه ها تقسیم کن. من سردارم تلفن تا استفاده برم. استفاده برد لوین. تمام حال حل میکنم. من مرمه یعنی بیتول رو از روی کلتا کیلاس دزدیدند. یک دقیقه جناب سمی، شما کلتا کیلاس گفتید؟ نه همین خیل گفتم. بله همین خیل گفتی. تو مناسبت زهرا رو با زاغ سیاه یعنی با کلتا کیلاس داشتنش رو میدانستی ها؟ زاغ سیاه هم کلتا کیلاس بوده است. تو چی میدونستمی؟ پس چرا کلتا کیلاس گفتی نباشد؟ من میدونستم که زهرا به زاغ سیاه عاشق است، اما کلتا کیلاس بودن زاغ سیاه رو نفهمیدم. یک لحظه ایستا صبر کن. انا با زاغ سیاه عاشق بودن زهرا را باز کی میداند؟ همه میدونن، تمام اویلان. وای این کار رو بینا. وقتی کلتا کیلاس بودن داملا سیاه رو فهمیدنم اینقدر حیران نشده بودم و چون کلتا کیلاس بودن زاغ سیاه رو فهمیدم. تو چی میگوی تو؟ سمی تو چه ها میگوی؟ داملا سیاه کلتا کیلاس بوده است؟ زنوک اکا من هم نفهمیدم. چی خیلی داملا سیاه کلتا کیلاس زهرا با کلتا کیلاس اویله دارد. بله کلتا کیلاس زهرا داملازی ها شما مگر ما را نمیشنوید؟
دیگه زور نزن. هیچ کس تو را از دست من خلاص کردن نمیتواند. سردارم خدا تو نزن سرطان اکا آرام شد. اکا نه جناب اسلامی تمام. حالا آرام باشید و مرا گوش کنید. سردارم سکته مینه سر شد. این سیندرومی سپید است. این سیندرومی دانستم و سپید است. حالا کاری نکردم و تنها در بری سردارم نشستن می شود و با او سر و کار نمیگیریم. سیندروم کمتر در وجود پنج می شود. بعد به هوا می رود. فهمیدی بفهم؟ فکر دارن که بشین ما خودش زدن بگیریم. بشین بچه بشین جالب است این کسل سیندرومی اوناله بسیار داد میزنه فریاد بکنه بعد میده بخت میساز میشه. یا خدا از همین سیندروم میدن ما بنده تا در پناش نگه بدارم. میدن آخر مرا سردیت. دلی برا من شما گفته ایستادم که مرا جماعت منتظر است. مرا سردیت. من باید به مسجد روم. جماعت مرا منتظر است. شما این را بفهمید یا نبفهمید. من به شما گفته ایستادم سردیت. این را گرفته به دیوانخانه پرتفته زود بیایید. ای برادر ما دیگر کار نداریم مگر کار شما رو میکنیم. گیرید شما چیکار کرده ایستاده است؟ گناه از گناهی عظیم. برادر اگر از خودش نبرایید گوید من به پایش پرونم دیگر نمیگریزد. بیایید ما او را خودمون میبریم. مرا سردیت. من خاموش راهگر. من دنبالای مسجد هستم. با من باور کنید. من به شما راستش رو میگویم. مرا سردیت. من دنبالا هستم. از ذاقی متهم یگان خبر هست؟ به خدا که نیست که ما هم زنجور رو انتظاریم. مایلش رفتیم. شما کیستید؟ از ما چی میخواید؟ اکام با شما چی کرد؟ دمت رو گیر خاموش. با اکات بیزار کردی. من دختر داد نزن. زهرو اکام با این آدمو چه علاقه دارد؟ زهرو نمیدونم بیتول. آرام شم. بمبه ها رو چسبونید. تو چی کار میکنی ها؟ تو چی کار میکنی؟ دیوانه مگر؟ خدایا با من زدم. شما چی کار میکنی؟ خدایا با ما مدر. آرام شم بیتول. آرام شم. خدایا بله همش از کالتا کلاس وابسته است. کنی بینیم سری وقت شما را نجات میدهد.